چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. خیالم راحته. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. به یاد من جرعه‌ای بر خاک بریز. جهان پر از آدم‌هایی است بزرگ بودند، کارهای بزرگ کردند و دیگر نیستند. نمونش جمشید و کیخسرو. هر وقت شراب می‌خورید یک نوبت من که میشه جام خالیه نگونسار کنید. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما دوستان خوبم، همراهان عزیزم. میریم سراغ غزلی که با هم صحبت کنیم و لحظاتمون رو خوش کنیم. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. همون ماجرایی که عشق در ابتدا بسیار دلخواهه، بسیار خوشاینده، آدم کیف میکنه، هرچی واردش میشی، مراحل مختلفش میگذره، سختی های عشق بیشتر رو میکنه. همون که در بیت نخست دیوان حافظ گفته بود که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اول آسون به نظر میاد ولی بعد میبینی که چه مشکلاتی، چه سختی هایی توی کار میاد. اینجا هم همینه. غواصی است که غوص میکنه، فرو میره توی دریا که گوهر صید کنه. غواصان به دل آب میزنن، در سطح آب هم نیست، باید یه عمقی رو برن و طبیعتا همه تلاطم امواج سطح آب و خطرهای اعماق آب، اینا همه رو باید به جان بخرن تا برن اون گوهر رو صید کنن، به دست بیارن. به این راحتی هم نیست که من برم زیر آب گوهر رو بردارم بیارم. کلی باید جستجو کنی و در این جستجو با خطرهای مختلف روبرو بشی، مخصوصا امواج کشنده و ویرانگر دریا. پس این قصه است. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود. گوهری که مورد نظرم قصد آوردن شد دارم دیگه بردم. منظوری که زیبایی و لذت عاشقانه نصیبم شد دیگه. خیالم راحته. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. ز چشمت جان نشاید برد که از هر سو که می بینم کمین از گوشه ای کرده است و تیر اندر کمان دارد. بعضی نسخه ها گفته تیری در کمان دارد. جان بردن یعنی سالم ماندن، در امان بودن. جان سالم به در بردن امروز استفاده میکنیم. از چشم تو نمیشه جون سالم آدم به در ببره. نشاید یعنی شایسته نیست، ممکن نیست. موجه های چشم یار رو به تیر تعبیر کردند. هر موجه یک تیر است. وقتی یار با اون خلق بدی که میدونیم، بد اخلاقی هایی که برای معشوقش هست، یار به عاشقش بد اخلاقی میکنه. خود نگاه تیره. ضمن این که موجه ها هم به خاطر اون شکل ظاهری که دارن هم بلندند و هم زیبایی موجه است که موجه بلنده و تیزه و اینها، خودشون به تیر و خنجر تعبیر شدن. یادش بخیر خنجر مژگان یار من که شهریار میگه. بیت بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. اینم یه سنت در شرابخواری. کسی که در یک محفل شرابخواری، محفل عیش و نوش پای ثابت بوده، همیشه بوده، یا یاران که با هم می نشستند باده بنوشند، به یاد یاری که نیست، به یاد کسی که دلش اینجاست ولی خودش نتونسته باشه، یاری که از دست رفته، یاری که توانایی بودن نداره، پیاله ای رو به خاک می ریختند. خیام یک رباعی فوق‌العاده زیبا داره در این موضوع، اگر حافظم یاری کنه، میگه که یاران به مرافقت چو دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید. چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید. هر وقت شراب میخورید یک نوبت من که میشه جام خالیه نگونسار کنید. پیاله رو برگردونید، شراب رو بر خاک بریزید. جرعه بر خاک افشاندن یا جرعه بر خاک ریختن یعنی یادی از آن که نیست بکنید. یاد اون یار غایب رو بکنید. جای خالی من رو هم به یاد بیارید، به یاد منم باشید که میگن جاش خالی بود. حالا وقتی میگه که بیفشان جرعه‌ای بر خاک حال اهل دل بشنو که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان. اهل دل یعنی اهل نظر، عاشقان، آدمای اهل، آدمای با احساس، آدمای این کاره. اهل دل که با تو سخن میگویند که هستند، یادگار از خیلی کسانی که دیگر نیستند دارن. یکیش منم. به یاد من جرعه‌ای بر خاک بریز. جهان پر از آدم‌هایی است بزرگ بودن، کارهای بزرگ کردن و دیگر نیستن. نمونش
جمشید و کیخسرو. جمشید بزرگترین پادشاه اساطیری ایرانه. از یه طرف مثل حضرت سلیمانه که بر همه حکومت میراند. میدونی که سلیمان با پرندگان سخن میگفت. جمشید به انس و جن حکومت میکرد، به همه چی، مثل سلیمان. از طرف دیگر مشهوری که جمشید در روزگار جمشید طوفان مهلکی در جهان آمد و به امر اهورامزدا جمشید شهری زیر زمین ساخت و موجودات رو از طوفان نجات داد. بهش میگن ور جمع کرد. ور به معنی شهر، جمع کرد یعنی جمشید ساخته است. در روزگار جمشید حتی پزشکان دربار جمشید به اکسیر جوانی دست پیدا کردند، ماده‌ای که هر که می‌نوشید مرگ از او دور می‌شد و جوان می‌ماند. و همین بود که جمشید رو به توهم خدایی کشید و عاقبتش خراب شد که به دست ضحاک کشته شد. دوران شکوه اساطیری ایران دوران جمشید هست. جمشید جامی داشت که غیب رو در اون میدید، به جام جم مشهوره و وقتی جمشید به آن جام نگاه میکرد آگاه تمام جهان بود. مرتبه بالایی دیگه که خیام بزرگ میگه که آن قصر که جمشید در او جام گرفت. جام گرفت هم به معنی پیاله نوشیدن و خوشگذرانی، یعنی دوران اوج عیش و اقتدار جمشید، هم جام جم رو دستش میگرفت و از همه چیز آگاه بود. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. ببین اون قصر با شکوه ویرانه‌ای شده که آهو میاد اونجا بچه‌شو به دنیا میاره و روباه اونجا به آرامش میرسه. ببین چه بر سر این جهان اومده. جمشید هم که باشی آخرش مرگه. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خیلی خوب، امیدوارم که پاینده باشید، تندرست زنده باشید و امیدوار به هر لحظتون عیش باشه که حسرت عیش‌های نداشته رو هیچ وقت نخورید. تا جلسه بعد مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.